به نام حضرت دوست. دوستان و مهربان یاران همراه کانال علوم باطنی، سلام و درود. سلام به شما کاوشگران آگاهی و همراهان عزیز کانال علوم باطنی. آیا تا به حال احساس کرده اید که در یک دور باطل از افکار، احساسات یا الگوهای رفتاری گیر افتاده اید؟ گویی چیزی نامرئی شما را عقب نگه داشته و اجازه پیشرفت نمی‌دهد؟ بله، داریم در مورد گره‌های ذهنی صحبت می‌کنیم. اینها فقط مشکلات ساده نیستند، پیچیدگی‌هایی در لایه‌های عمیق ذهن و ناخودآگاه ما هستند که اگر شناسایی و گشوده نشوند، می‌توانند تمام جنبه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهند. امروز ما به ریشه‌های این گره‌ها می‌پردازیم، انواع آن را می‌شناسیم و مهمتر از همه راهکارهای قدرتمند و عملی هم از دیدگاه روانشناسی و هم از منظر علوم باطنی برای گشایش نهایی آنها ارائه خواهیم داد. آماده اید تا کلید رهایی از زندان ذهن را پیدا کنید؟ پس تا آخر این ویدئو با من همراه باشید. گره ذهنی چیست؟ معمای ناخودآگاه. گره ذهنی را میتوان به عنوان یک الگوی فکری، احساسی یا رفتاری ناخودآگاه تعریف کرد که به دلیل تجربیات گذشته، به ویژه تجربیات آسیبزا، باورهای محدود کننده یا پیامهای دریافتی از محیط در ذهن ما شکل گرفته و مانع از حرکت ما به سمت اهداف و پتانسیل واقعیمان می شود. این گره‌ها معمولاً در ناخودآگاه ما فعالیت می‌کنند و ما از وجود یا تأثیر دقیق آنها آگاه نیستیم، اما نتایج آنها را در زندگی خود می‌بینیم. تصمیم‌گیری‌های تکراری اشتباه، ترس‌های بی‌مورد، روابط ناسالم، عدم اعتماد به نفس و احساس عدم شایستگی. آنها مانند سیم‌های درهم پیچیده‌ای هستند که جریان انرژی و آگاهی را مسدود می‌کنند. انواع گره‌های ذهنی. بشناسید تا بگشایید. گره‌های ذهنی می‌توانند در اشکال و ابعاد مختلفی ظاهر شوند. شناخت آنها اولین قدم برای گشایش است. گره‌های باورهای محدود کننده. این گره‌ها از باورهایی مثل من به اندازه کافی خوب نیستم، من لایق عشق نیستم، پول بد است یا شانس ندارم. این باورها مانند فیلترهایی عمل می‌کنند که واقعیت را برای ما تحریف می‌کنند. گره‌های ترس و اضطراب. ترس از شکست، ترس از موفقیت، ترس از طرد شدن، ترس از تغییر. این گره‌ها ما را در منطقه امن خودمان نگه می‌دارند و مانع از ریسک پذیری و رشد می‌شوند. گره‌های وابستگی و دلبستگی ناسالم. نیاز شدید به تایید دیگران، ترس از تنها ماندن یا چسبیدن به روابط یا موقعیت‌هایی که به ما آسیب می‌رسانند. گره‌های خشم و رنجش حل نشده. کینه‌های قدیمی، بخشش نکردن خود یا دیگران که انرژی زیادی را از ما می‌گیرند و مانع از حرکت رو به جلو می‌شوند. گره‌های احساس گناه و شرم. احساس مداوم گناه یا شرم به خاطر اشتباهات گذشته، واقعی یا خیالی، که مانع از پذیرش خود و دوست داشتن خودمان می شود. گره‌های مقاومت در برابر تغییر. حتی زمانی که می دانیم یک تغییر برایمان خوب است، ناخودآگاه در برابر آن مقاومت می کنیم، چون ذهن به منطقه امن و آشنا عادت کرده است. راهکارهای علمی و باطنی برای گشایش گره‌های ذهنی. کلید رهایی در دستان شما. حالا که گره‌ها را شناختیم، وقت آن است که به راهکارهای قدرتمند و عملی برای گشایش آنها بپردازیم. این راهکارها ترکیبی از بهترین روش‌های روانشناسی و خرد باطنی هستند. بخش اول، راهکارهای روانشناختی، آگاهی و بازسازی. شناسایی و آگاهی بخشی. ژورنال نویسی. هر روز افکار، احساسات و الگوهای رفتاری خود را یادداشت کنید. به دنبال الگوهای تکراری و باورهایی باشید که شما را عقب نگه می‌دارند.
چه احساسی باعث اضطراب من میشوند؟ در چه موقعیت‌هایی احساس ناتوانی میکنم؟ Mindfulness Meditation. با تمرین مدیتیشن یاد میگیرید که بدون قضاوت به افکار و احساسات خود از بیرون نگاه کنید. این مشاهده‌گری به شما کمک می‌کند تا گره‌ها را بدون درگیر شدن با آنها شناسایی کنید. پرسشگری عمیق. از خود بپرسید: این گره از کجا آمده است؟ اولین باری که این احساس را داشتم کی بود؟ این گره چه سودی برای من داشته؟ حتی سود کاذب. به چالش کشیدن باورهای محدود کننده. Challenging limiting beliefs. اثبات‌های متقابل. هر باور منفی را با شواهد دلایل منطقی به چالش بکشید. اگر فکر می‌کنید من به اندازه کافی خوب نیستم، دنبال 10 دلیل بگردید که خلاف آن را ثابت کند. بازسازی شناختی، Cognitive Restructuring. افکار منفی و محدود کننده را با افکار مثبت و توانمندساز جایگزین کنید. به جای من نمیتوانم، بگویید من در حال یادگیری و رشد هستم. جملات تأکیدی مثبت Affirmations. هر روز جملات مثبتی را تکرار کنید که باورهای جدید و سازنده را در ذهن شما تقویت کند. مثلا من لایق عشق و موفقیت هستم. رهایی از گذشته و بخشش. Releasing the past and forgiveness. تکنیک صندلی خالی. Empty chair technique. اگر گره شما به فردی خاص یا خودتان مربوط است، تصور کنید آن فرد روی یک صندلی خالی نشسته و تمام حرفهای نگفته‌تان را به او بگویید. سپس جای خود را عوض کنید و از دیدگاه او به خود پاسخ دهید. این تکنیک در اکثر موارد به مراجعین من در حل مشکلات فردی و حتی ارتباطی و جمعی کمک فراوانی کرده و یکی از دلایلی بوده است که باعث شد که در کانال علوم باطنی پلیلیست سلامت روان را ایجاد کنم، چرا که دوست داشتم که این تجربیات نیز با شما عزیزان به اشتراک گذاشته شود و از طرف دیگر دوست نداشتم که کار آموزشم حالت بازاری به خود بگیرد و کانال‌های مختلف ایجاد کنم. مدیریت بخشش Forgiveness Meditation. با نیت قلبی خودتان و دیگران را ببخشید. بخشش به معنای تایید عمل اشتباه نیست، بلکه رها کردن بار سنگین کینه و رنجش از درون شماست. بخش دوم، راهکارهای باطنی و انرژیایی، اتصال و پاکسازی. پاکسازی انرژی و حاله. انرژی و آرا کلنزینگ. مدیتیشن پاکسازی چاکراها. هر گره ذهنی می تواند با انسداد در یک یا چند چاکرا مرتبط باشد. با مدیتیشن روی چاکراها می توانید انرژی های راکد را آزاد کرده و جریان انرژی حیاتی را در بدن خود بهبود بخشید. پاکسازی با نور و تصویرسازی. تصور کنید نوری درخشان، سفید، طلایی یا بنفش از بالای سر شما وارد بدنتان می شود و تمام گره ها و انرژی های منفی را مانند دود از وجودتان خارج می کند. استفاده از عناصر طبیعی، حمام نمک، دود کردن اسپند یا مریم گلی و قرار گرفتن در طبیعت، آب، خاک، هوا، آتش به پاکسازی میدان انرژی شما کمک می کند. اتصال به خود برتر و منبع الهی. Connecting to higher self and divine source. مدیتیشن اتصال. Connection meditation. در مدیتیشن های عمیق نیت کنید که با خود برتر یا منبع الهی خود متصل شوید. از آنها بخواهید که راهنمایی هایی برای گشایش گره های ذهنیتان به شما بدهند. پرسیدن سوال قبل از خواب. همانطور که در ویدئوی قبلی صحبت کردیم، یک سوال مشخص در مورد گره ذهنیتان را قبل از خواب مطرح کنید و منتظر الهامات یا رؤیاهای راهگشا باشید. گوش دادن به شهود. صدای آرام درون شما، همان شهود، اغلب بهترین راهنمایی‌ها را ارائه می‌دهد. به حس‌های درونی و الهامات ناگهانی خود اعتماد کنید. تغییر ارتعاش و فرکانس. Shifting vibration and frequency. قدرت شکرگزاری. Gratitude.
شکرگزاری یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تغییر فرکانس ارتعاشی شماست. وقتی ارتعاش شما بالا باشد، گره‌های منفی نمی‌توانند در آن فرکانس دوام بیاورند. تمرین عشق و شفقت. با تمرین عشق بی‌قید و شرط نسبت به خود و دیگران، انرژی‌های منفی را از بین می‌برید و فضایی برای گشایش ایجاد می‌کنید. صدا درمانی و فرکانس‌ها. گوش دادن به موسیقی با فرکانس‌های خاص مثل فرکانس‌های سولفژ می‌تواند به پاکسازی و تعادل انرژی‌های درونی کمک کند. نتیجه‌گیری، رهایی، آزادی و زندگی آگاهانه. گشایش گره‌های ذهنی یک سفر است، نه یک مقصد. این سفر نیازمند صبر، آگاهی و تلاش مداوم است. اما با هر گرهی که می‌گشایید، لایه‌ای از وجود واقعی خود را آشکار می‌کنید و به آزادی و قدرت بیشتری دست می‌یابید. با استفاده از این راهکارهای علمی و باطنی می‌توانید از زندان ذهنتان رها شوید و زندگی آگاهانه، سرشار از آرامش، عشق و موفقیت را تجربه کنید. یادتان باشد که برای حمایت از کانال همین الان ویدئو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا هیچ ویدئوی مفید دیگری رو از دست ندید. یادتان باشد که کانال علوم باطنی کانال خود شماست، کانالی که در آن قصد داریم که مطالبی را برای رشد مادی و معنوی شما عزیزان ارائه دهیم و در آن بدون هر گونه تعصب به وحدت و نهایتاً به توحید برسیم. شما عزیزان چه گره‌های ذهنی رو تجربه کردید و چه راهکاری برای گشایش اونها به کار بردید؟ تجربیاتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعدی برای تک تک شما عزیزان آرزوی شادی و آرامش دارم و شما عزیزان را به دستان پرمهر و محبت خداوند می سپارم. خوب و خوش و خندان باشید در پناه حضرت یزدان.